کردن در بعض جمع آمدان یگان بچه انگشت که بردارد میگد حتی که همون پهلواش انگشتی قپیدن گفتن اینا قپیدهمش مثلا قپیدهم این آدمی که مقصدی در مذهب ما نیست. برادر عزیز کمتر از خدا زودتر است و همه پروردگار مسخره در حدیث پیغمبر است بسیار در پیشگاه خدا گناهگار میشه. طاهری ابن احمد بخاری صاحب خلاصة الفتوا او حضرت در باب الفاظ کفر فصل مخصوص دارد میگد که کسی اگر موی پیغمبر مویت گوید یا مویت گوید کافر میشود. موی پیغمبر موی پیغمبر میگه اگر گفت که مویت پیغمبر یا مویچه پیغمبر به طریق استخفاف یعنی سبوک گیرد پروایانه نسبت همون موی پیغمبری خدا یا سنت پیغمبری خدا پروایانه گذر بگد کافر میشه. ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه وقتی در پیش هارون الرشید حدیثی دوست داشتنی که پیغمبر خدا کدو را دوست می داشتن این حدیث در پیش هارون الرشید پادشاه خان گفت پیغمبر ما کدو خورده را دوست می داشت. یک انسان در همون حلقه نشسته بود از جای خود خیست و گفت من کدو را دوست می دارم. ابو یوسف گفتن رب فرشته را بیارد بود گردن این از زدنش واجب شده است. چیزی را پیغمبر دوست داشت این بد میداند گردنش زدن درست است. ابو یوسف میگه برادر عزیز وقتی شمشیر آوردن میگه این مرد که از جاش توبه کرد گفت من نفهمید من از روی جاهلیم گفتم میگه با از گناهش گذشتم. برای همین شما نسبت سنت پیغمبر خدا در عزیز تماما چیز نکنین که به اهمیتی به پروا نکنین. حتی رسول اکرم گفتن لهیه اشد علی الشیطان من الحدید این همین برداشتنی که ما برداریم هم تا میگذاریمش پیغمبر خدا گفت همین از گرز و از آهن دیده برای شیطان سخت‌تر است. خگپی نوقی برداشت همون خدا شوکر یگانه گفت و گذاشتش تمام خگپی ندارد. ثواب میگیرم. من از شما را هم تا توصیه میکنم